حضرت عمر رضی الله عنه قبل از اینکه مسلمان بشه شمشیر از غلاف کشیده بود، تو کوچه های مکه گردنش ورم کرده بود، چشماش مثل خون شده بود. دلونی علی محمد، من راهنمایی بکنید، آدرس بدید این محمد کجاست، میخوام گردنش و سرش رو هدیه بدم به قریش و همه رو راحت بکنم. گفت برو اول خانه خودتو پاک بکن، خواهر تو فاطمه بنت الخطاب بر دین محمده. عمر سبز شد، مسیرش عوض شد. داستان اینطوریه که زمانی که شمشیر کشیده بود که گردن این محمد رو بزنه و هدیه بده به قریش و مردم رو راحت بکنه، پیامبر در همون لحظه دعا میکرد، دستش بلند کرده بود که اللهم اعز الاسلام باحد الامرین. دعا برای هدایتش میکرد. اون شمشیر کشیده بود که گردنش بزنه. نگاه کن، بدی دیگران رو در خوبی خودش و دعای خیر خودش و هدایتش خنثی میکرد، خنک میکرد. پیامبر رسول مهربانی. یک انسان چقدر میتونه تأثیرگذار باشه وقتی که شخصیتش به تکامل رسید، نیتش و قصدش و هدفش درست شد، به انسانها نگاه خوب پیدا کرد، بی نهایت میتونه تأثیرگذار باشه. مثال من و شما مثل یک آهنربای بزرگ باشه. آیا آهنربا کاه و جذب میکنه؟ آیا آهنربا کاغذ رو جذب میکنه؟ آیا آهنربا پلاستیک رو جذب میکنه؟ نه، فقط آهن، براده های آهن جذب میکنه، از جنس خودش جذب میکنه. هرچی آهنربا بزرگتر باشه جذابیتش بیشتره. تو نیت خیر بکن، خوب باش، نگاه خوب به انسانها داشته باش، گذشت داشته باش. نگاه کن چطوری دور جمع میشن. کل خوبی هایی که تو دنیا هست پیش کفار، غیر مسلمان و مسلمان، همه سرازیرت میشه. از جنس خودته، از جنس نیت خودته، از جنس نگاه خودت به بشریت. امروز دنیا خیلی کوچک شده. این انسانه که وقتی به تکامل میرسه میتونه رو انسانها تأثیر بگذاره. چقدر تأثیر گذاشته رسول الله صلی الله علیه و سلم رو انسانها؟ تا دلت بخواد. در طول تاریخ، در گذر زمان، پیامبر صلی الله علیه و سلم رحیم بود، مهربان بود به همه انسانها. سختی های زیادی، مشقت های زیادی متحمل